سامانه بازارگاه اون روزی که راه افتاد هدف این بود که دخالت‌های مدیران ما تو توزیع نهاده، توی در واقع رفتارهای سلیقه‌ایش از بین بره یا حداقل کم بشه. اما که ایرادات فنی داره، کارشناسی داره، هک میشه، بازی میکنن، شاید اون پشتیبانی که باید مسئول متولیش که بانک کشاورزی است باید در واقع اینو بتونه تیم قوی تری بذاره، شاید خوب عمل نکردن، این یه بحثه. اما توی این مدت خب شاهد بودیم که اومدن رو سامانه بازارگاه، خب طبیعتا وقتی نهاد کم میشه دخالت‌ها و رفتارهای سلیقه‌ای در واقع میاد جای خودشو میگیره. چجوری جای خودشو میگیره؟ میگه آقا من امروز دوست دارم مثلا فلان بخش از صنعت ما بیشتر مشکل داره، اونو بدم. وقتی تو سامانه بازارگاه نهاد زیاد باشه طبیعتا پشت فاکتوری نمیشه، طبیعتا کسی پول زیر میز نمیگیره، پول روی میز نمیگیره، پول چای نمیگیره، پول سیگار نمیگیره. ولی وقتی که نهاد کم باشه حتی تقلب هم زیاد میشه. یعنی اون متاسفانه برخی از راننده های ما میان کنجله سویا امروز تو بازار غیر رسمی با بازار سامانه بازارگاهش حدود 200% اختلاف قیمت داره. شما مواد مخدر اگه بخوای از قندهار بار کنی وسط اروپا بخوابونی زمین، انقدر سود نداره که شما تجارت کنجله سویا به صورت قانونی داخل کشور سود داره و این متاسفانه بخشش افتاد.